سلام به شما دوستان عزیز. امیدوارم که زندگی بر وفق مرادتون باشه. با داستان امروز با من همراه باشید. در خونه رو که باز کردم، افشین جلوی در بود. دلم نمیخواست ببینمش یا حتی یک کلمه باهاش حرف بزنم. رفتم سمت ماشین که دنبالم اومد و گفت مهناز یکم صبر کن، باید حرف بزنیم. داری اشتباه میکنی. به جون مامانم. با عصبانیت برگشتم و گفتم همون مامانت که زنگ زد به من که گندتو ماسمالی کنه؟ من حرفامو زدم. الانم باید برم سر کار. البته اگه اجازه بفرمایید. در ماشین رو گرفت و گفت ببین مهناز، حتی وقتی کسی یکی دیگر رو میکشه بهش فرصت میدن حرف بزنه. تو که در رو کشیدم و فریاد زدم نمیخوامت. میفهمی؟ چرا این تو کلت نمیره؟ هر چی بین ما بود تموم شد افشین. اینو بفهم و برو دنبال همونی که میخوایش. کوبید به شیشه ماشین و فریاد زد نفهم. 100 بار گفتم موضوع اصلا اون چیزی که تو فکر میکنی نیست. بذار من. استارت زدم و با سرعت حرکت کردم. افشین پسرم من بود و وقتی 18 ساله شدم از من خواستگاری کرد. دوستش داشتم و با اینکه مادرم مخالف بود قبول کردم. ولی افشین میخواست برای تحصیل مدتی مهاجرت کنه و وقتی که برگرده عقد کنیم. مدتی که نبود مرتب با هم در تماس بودیم تا اینکه 1 سال بعد حس کردم مثل قبل نیست. جواب ایمیلا و تماسامو نمیداد و مدام میگفت درساش سنگینه و زیادن، وقت نمیکنه مثل قبل با هم حرف بزنیم. ولی من باور نمیکردم و مدام حس میکردم اتفاقی افتاده. این حس وقتی تقویت شد که یه بار صدای زنی رو شنیدم که اونو صدا میزد. اون شب انقدر حالم بد بود که پدرم مجبور شد برام سرم آرام بخش تزریق کنه تا بتونم بخوابم. روز بعد که بیدار شدم موضوع به پدرم گفتم. داشت آماده میشد بره مطب. نشست پشت میز و گفت مطمئنی؟ اشتباه نشنیدی؟ شاید تو محیط کارش. حرف پدرم رو قطع کردم و با بغض گفتم نه، تو خونه بود، تماس تصویری بود. بابا کمی مکث کرد و بعد گفت من به عمه زنگ میزنم. عصری میام دنبالت که بریم اونجا حرف بزنیم. نمیخواستم این کارو بکنم، ولی به پدرم هم اعتماد داشتم و میدونستم بیدلیل کاری نمیکنه. نمیخواستم روی حرفش حرف بزنم. اون روز از عمه شکوه و همسرش در حالی که دهنشون از تعجب باز مونده بود به حرفام گوش دادن. بعد عمه گفت من مطمئنم اشتباه میکنی مهناز جون. میدونی چرا؟ چون 2 روز پیش افشین گفت برم برای تولدت یه هدیه خوب برات بخرم و از طرف اون بهت بدم. پدرم فنجون چایش رو گذاشت روی میز و گفت خواهر جون این چه ربطی داره به چیزی که مهناز میگه؟ عمه با دستپاچگی گفت یعنی منظورم اینه که اگه مهناز نمیخواست این کارو. شوهرم که تا اون موقع ساکت بود گفت شکوه جان برادرت درست میگه، توجیه نکن، باید باهاش روک حرف بزنیم. بعد رفت سمت تلفن و با افشین تماس گرفت. گذاشت روی پخش. وقتی دختر جوونی جواب داد قلبم انقدر تند میزد و حالم انقدر بد بود که پدرم دستمو محکم گرفت و گفت آروم باش عزیزم، صبر کن. نمیخواستم صدای اون دختر رو بشنوم. بلند شدم و از پدرم خواهش کردم بریم خونه. بعد از اون شب نه جواب تماسای افشین رو دادم نه حتی ایمیلاشو باز کردم. یک بارم که عمه زنگ زده بود تا با من حرف بزنه و توضیح بده که اصل ماجرا چیه، مامان نذاشت با من حرف بزنه. با لحنی تند به عمم گفت من مخالف ازدواج مهناز و افشین بودم، چون میدونم خیانت تو خانواده شما عادیه. مگه برادرت با زنش این کارو نکرد؟ مگه پسر خواهرت همین کارو نکرد؟ کی گفته پسرتون نمیکنه؟ که البته کرد و همه چیز تموم شد. واقعیتش مهناز خیلی از افشین سرتره. حیف بود بچه من با چنین آدمی زندگی کنه. عمه قطع کرده بود. گوشی رو از مامانم گرفتم و گفتم وقتی میگم همه چیز تموم شده دیگه این حرفا برای چیه؟ سر یه چیز دیگه اختلافای قدیمیتون رو بکشید وسط، نه سر من و افشین. مامان لبخند تلخی زد و گفت دیدی که من درست میگفتم و حق داشتم که مخالفت کنم، حالا بکش. مدتی بعد از پدرم خواستم برام کاری پیدا کنه تا تو خونه نمونم و اونم منو فرستاد بخش حسابداری بیمارستانی که تو اون کار میکرد. کاری که افشین کرده بود باعث شد دیگه نتونم به کسی اعتماد کنم. احساس افسردگی میکردم در حالی که وانمود میکردم همه چیزو فراموش کردم و برام مهم نیست. ولی 3 ماه بعد افشین برگشت و تماس گرفت و گفت میخواد با هم حرف بزنیم. اما من قبول نکردم و اجازه‌ام ندادم بیاد خونه. افشین رفته بود مطب پدرم و اون شب وقتی پدر برگشت خواست با هم حرف بزنیم. افشین گفته بود دختری که مدتی تو خونش زندگی میکرده خواهر یکی از دوستاش بوده که یه ماه بعد از رفتن افشین از ایران اونا هم مهاجرت کرده بودن و چون پول کافی نداشتن
افشین میگه مدتی میتونن تو خونه اون بمونن. بعد هم که عکس‌ها و فیلمایی رو به پدرم نشون داده بود و گفته بود خونش 2 طبقه بوده و اونا طبقه بالا زندگی میکردن. هرگز حاضر نبوده و نیست به من خیانت کنه. اون شب مامان خندید و گفت آخه نویسندم هست، ببین چه داستانی سر هم کرده. پدر جواب مادر رو نداد و به جاش به من گفت من اصلا حس نمی کنم دروغ میگه. علاوه بر این اون دختر هم نامزد عقدی داشته و بعد از مدتی هم نامزدش میره اونجا و از خونه افشین میرن تا زندگیشون رو شروع کنن. من اگه جای تو بودم حداقل یه بار به حرفاش گوش میدادم. سرمو تکون دادم و گفتم افشین برای من تموم شد بابا. خواهش میکنم دیگه حرفشو نزنید. رفتم توی اتاقم. دوستش داشتم ولی دیگه نمیتونستم قبولش کنم. همین حس معلق بودن شده بود جهنم زندگیم. من نمیدونستم غرورمه که نمیذاره اونو بپذیرم یا حرفای مادرم یا رفتار عمم که مدام پیام میداد و کلافم میکرد. اون شب وقتی از سر کار برگشتم هنوز به خاطر اتفاق صبح ناراحت بودم. لباسمو که عوض کردم مامانم در حالی که پاکتنامه‌ای تو دستش بود اومد تو اتاقم و گفت افشین اینو داده به عمت که بده به تو. بی اختیار فریاد زدم وای کی دست از سر من بر میدارن، پاره کن بریز دور. همون موقع تلفن زنگ خورد. عمه بود که بی سلام و با گریه گفت رفت، اونقدر خودسر و لجبازی که ول کرد و رفت. خواستم بهت بگم که دلت خنک شه. بعد حق گریه‌اش توی سرم پیچید. تا وقتی بابا اومد خونه منظور عمه رو نفهمیده بودم. فکر می‌کردم افشین تصمیم گرفته برگرده و به تحصیلش ادامه بده. اما بابا در حالی که صورتش عرق کرده بود گفت فقط یه خط یادداشت گذاشته و نوشته میرم چون این همه تحقیر حق من نبود. بعد جوری نگام کرد که فهمیدم میخواد بگه کاش فقط یه بار اجازه میدادم افشین حرفشو بزنه. قلبم تند میزد و زبونم سنگین شده بود. مامان با اخم گفت مگه بچه‌ست که قهر کنه و بره، هر جا بره گرسنش که بشه برمیگرده. بابا فریاد زد بس کن اکرم، یکی همه زندگیشو ول کرده رفته، اونم به خاطر اینکه بچه ما اونقدر منطق نداره که بذاره یکی حتی براش توضیح بده. اصلا گیریم افشین مقصره، حالا که دیگه زده به سرش و ول کرده رفته. قلبم تون میزد. نمیدونستم باید چی کار کنم. بابا رفت سمت در و گفت شکوه داره سکته میکنه، میرم ببینم چی کار میشه کرد. افشین رفته بود و این تنها چیزی بود که هر روز صبح که بیدار میشدم یادم میافتاد. چند بار نامش رو خونده بودم. قسم خورده بود که شیما و برادرش با هم تو خونه اون زندگی میکردن. بعد هم نامزدش اومده و رفتن. شماره شیما رو هم گذاشته بود تا با اون تماس بگیرم و واقعیت رو بپرسم. حالا میفهمیدم لجبازی کردم و پدرم درست میگفت. باید به حرفاش گوش میدادم ولی دیر شده بود و اون رفته بود و من مونده بودم و عذاب وجدان. میدونستم کار عمه یکی دو بار به بیمارستان کشیده ولی خجالت میکشیدم تماس بگیرم و حالش رو بپرسم. گیج بودم و مدام فکر میکردم اگه من جای افشین بودم کجا میرفتم؟ به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیدم. 1 هفته بعد نیمه شب تلفن پدرم زنگ خورد و وقتی از اتاق دوید بیرون بی اختیار از اتاقم دویدم بیرون و گفتم افشین بود؟ صورتش سرخ شده بود. گفت نه یکی از دوستان بود، بیمارستانه. وا رفتم. گفتم تصادف کرده؟ پدرم شونش رو بالا انداخت و گفت نمیدونم، باید برم ببینم چی شده. تصادف کرده بود. همون روز سوار اتوبوس شده بود تا بره جنوب خونه یکی از دوستاشو. اتوبوس شب کرده بود. مدارکش رو پیدا نکرده بودن و خودش هم بیهوش بود. نمیدونم چطور فهمیده بودن که با پدرم نسبت داره. جز اینکه آرزو کنم زنده بمونه هیچ کار دیگه ای نمیتونستم بکنم. عمه و شوهرش همراه بابام رفتن سمت جنوب و من با دستای لرزون به شیما زنگ زدم. با خوشرویی گفت پس تو همون مهنازی هستی که حسابی دل افشینو بردی؟ هر جا میرفتیم میگفت کاش مهناز بود، هر چی میدید میخواست برای تو بخره. بالاخره عقد کردی؟ با بغض همه چیزو براش تعریف کردم. شیما بعد از چند لحظه سکوت گفت مهناز، افشین خیلی مرده، خیلی با شخصیته. منو خواهر صدا میزد. دلیلی نداره به دروغ بگم، من از خیانت متنفرم. اگه حس میکردم افشین چنین آدمیه یه لحظه توی اون خونه نمیموندم. اشتباه کردی عزیزم. اگه میتونی جبران کن، اگه نمیتونی بذار فراموشت کنه. دردی که کشیده اونقدر بوده که حس کرده باید بره. ساعتها تو اتاقم گریه کردم و فکر کردم هنوز بزرگ نشدم. قبطه خوردم به شیما که انقدر عاقل بود. دلم میخواد برم و افشینو ببینم ولی نمیدونم قبولم میکنه یا نه. الان دارم با پدرم تماس میگیرم تا حال افشینو بپرسم. دستام میلرزن و دعا میکنم
که پدرم بگه افشین خوبه و سراغ منو میگیره. ممنون که تا آخر داستان با من همراه بودید. لطفاً برای حمایت از ما و شنیدن داستان‌های دیگرمون کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. و اگر داستان مورد پسندتون بود اون رو لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. با نظرات زیبای خودتون به بهتر شدن کانالمون کمک کنید.